بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت برادران خواهران عزیز و ملت سربلند ایران اسلامی. در این قسمت به موضوع ساعت شمار تهدید می‌پردازیم. جنگی که پیش از شلیک آغاز می شود. برادران خواهران عزیز، وقتی از ساعت شمار جنگ سخن میگوییم منظورمان یک تایمر نظامی روی میز پنتاگون نیست. ساعت شمار جنگ پیش از آن که نظامی باشد ذهنی و رسانه‌ای است. دشمن پیش از آن که موشک شلیک کند اراده ها را هدف قرار می‌دهد. الان قسمت یه توضیح مختصری بدم